خواننده صنف 11 مکتب رقم 28 از دهه سوری پنجکین رانو نصرالدینова در آزمون فروغ صبح دانای کتاب است. همه را با سطح سواد و دانش و مطالعه و مهارت سخنوریش به حیرت آورد. این خواننده مکتب که به حساب خودش حدود 800 کتاب را مطالعه کرده است، چنان دانشمندانه و حتی میتوان گفت فیلسوفانه صحبت میکند که کس باور نمیکند که او هنوز خواننده مکتب است. رانو نصرالدینова در صحبت با خبرگزاری خاور گفت اگر در این آزمون جایزه پولی به دست بیارد، آن را برای ساختن کتابخانه در دهه‌اش صرف خواهد کرد. دهه‌ای که من زندگی میکنم یک دهه دوردست است. در آن کتابخانه نیست که کودکان به کتابخوانی مشغول شوند و اگر من جایزه گیرم که ارزنده باشد، در دهه خود کتابخانه شخصی میکشایم. کتاب‌های را جمع میآورم که به همدیهگانم دسترس نیستند. کودکان را جمع میکنم، در آنجا محفل‌های را که راه اندازی میسازم تا مثل من در آزمون‌های کتابخوانی اشتراک کنند، میگوید رانو نصرالدینова. میدونید وقتی که انسان در کنج خلوت در تنهایی می نشیند، به او نسبت به کتاب دیگر دوست پیدا نمی شود. علیشیر نوایی میگوید که کتاب دوستی است که معینه سر دارد، با پوست پوشانیده شده است و با شما از تمام رازهای دنیا خاموشانه صحبت می کند. زبان بی زبانی کتاب زیباترین، شیواترین و فهماترین، نزدیکترین به دل ما زبانی روی دنیا است. برای همین هر کسی که خواهد آینده درخشان داشته باشد، کتاب را بخوانید، زبانش را بفهمید، به دنیایش وارد شوید، آینده خود را با دنیای کتاب، معنویات کتاب و عالم فانتاستیکی و رئالیستی وی بنیاد سازید. با کتاب اونس بگیر آنکه ز هر اوراقش، نگهت آب خورد راست بگوید دایم. گر تو دانای چو خانیا که نداری پل پوچ، نکند فند رهی راست نماید دایم. آن سلاحی است که از دست ورا هیچ منه، تو از او شکوه کنی یا نکنی مونس توست. از تو زینهار نرنجد اگرش ترک کنی، گر وفایش بکنی باز نماید ره روست.